گروهی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت در یک مراجعه‌نامه باز امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان را به آن متهم کردند که به فعالیت‌های بیرون از وکالت عهده‌داری‌های دیپلماتی دست می‌زند. ادعایی که به گفته یک نماینده سفارت آلمان بی دلیل و خنده‌آور است. در این مراجعه‌نامه باز به نام وزیر امور خارجه آلمان که روز 28 ینور در فیسبوک نشر شده است، 13 نفر از جمله محمد اقبال صدرالدین، یکی از منتقدان تندلحن حکومت تاجیکستان، شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، عبدالستار بوبویف فعال سیاسی و مهمانشاه شریفزاده از جامعه شناسان مقیم خارج امضا گذاشتند. در مراجعه‌نامه ادعا شده است که یکی از وظیفه‌های سفیر جمع‌آوری معلومات درباره شهروندان تاجیکستان از جمله مخالفان سیاسی و فعالان آزادیخواه است که اکثریت در آلمان و دیگر کشورهای اروپا به مثل لهستان یا پولش زندگی می‌کنند. به گفته مؤلفان مراجعه‌نامه این گونه فعالیت می‌تواند به امنیت پناهندگان و شهروندان تاجیکستان در آلمان تهدید ایجاد کند. در این نامه دلیل مشخصی راجع به فعالیت‌های غیر دیپلماتی سفارت تاجیکستان در آلمان آورده نشده است، ولی دلشاد شریپوف یکی از مؤلفان مراجعه‌نامه گفت که این گونه دلیل‌ها را در دست دارند. در واکنش به این مراجعه‌نامه نماینده سفارت تاجیکستان در برلین ادعاهای مؤلفان مراجعه‌نامه را بی اساس نامید و گفت ما نه وزارت کارهای داخلی هستیم، نه امنیت هستیم، نه دیگر. ما دیپلمات هستیم، کارگران وزارت کارهای خارجی. مصاحب رادیو آزادی گفت که وظیفه دیپلمات‌های سفارت کار با هموطنان است، حمایت حقوق هموطنان است، این وظیفه ما می باشد. و افزود ما با هموطنان رابطه خوب داریم، این چی بدی دارد؟